شده چند روز که بوی گل نیامد، گلمی در مبارک صدای خواندن بلبل نیامد، گلمی در مبارک. حلیم از باغبان گل بپرسید، گلمی در مبارک چرا بلبل به سیل تو نیامد، گلمی در مبارک، گلمی در مبارک. خوشی بودی تو باستی مبارک، گلمی در مبارک. سر راه بشینم تا تو بیایی، گلمی در مبارک. خدایت میکنم هرچی بخوایی، گلمی در مبارک. ندارم من دلیزی بزیدی شعر یاد مبرم یا الله پالا کو نمیگیره که من چوب میکردم. چه الله پالا رو چوب میمون؟ تو چوب نمی که میگه ندارم توفه عجان شیرین تر، گلمی در مبارک. نکنه این تبله کچره کچره همین هم خوب چیزی دیگه باید خونه پیدا کردی بیکار بشه که دم دون بزن چند دیگه بزن مطمئن من خونه گم میکنم رفت شد. خب یک روز بشه که این پرتر دومه بیرو دهن اول باشه از خط برد تو پرتر میدونم. آره ما نگاه علت رازی که میگم نوربا حالا جلوی ما گرفت چاران که دلم وزن نسو یار ما کباب شده میته گیرانه میکرد از ما گیرانه میکرد راست میکرد دیگه ما ملامته بیار ملامته میگه شما خیلی نمارده میم چلی میگه می پیار تو که هسته میگه دیشه ما ماستون بیام مثلا شما پیار تو گفته که ما میمونه شما به کجا میمونه که روازه خونه شما ماده بیم با من بابا گفت اگر لیلا دست خیلی میآید رجوع بگو که ما اینجا میمونه من لیلا ندیدم. بابا ملامته یک دو مالی که میگه دست خیلی بیشتره چیزی پله چیز نداره که چیز میزه به خونه بیاره اون رانه میده یک گونه بگیره که اصلا بریشه دو مالی که بده چیز میزی برای اون بود سرچی شاخ جا میده رمزون که بیاره بیشب کیله و سیب و متا و پرتقال و بچون خیلی و توشخال و ببین اشتی و مایه خب مایه خواهی بیچره و زیاد تکنه خراب اقتصاد رو ضعیف نداره که چیزی بیاره خواهی تو کدومات تو ناکه این کسی نه که از این پیاره بپرسه خوب پیاره خیلی ملامت نه بابا جوزت نه مگه بگی لپا نمیفهم فقط دومات مایه که فقط کیسی و پر باشه دستبال پر باشه بیاره بار کنه بیاره که شما بابا برادر شما دارم کلر نفهمم به کیسی رو بگیری اولا بوش خوب بیچاره میده گفتن من خیلی و شب پاس یک روز خواهش که من چیز میزی خواهردم حالا پیش خود پول نداشتم که من چیزی بیارم یه تو بگیر به ما دروغ بود که ما مهمون داریم آخه گفتن نمازون دیشه بخوری شد چرا دروغ میگفت میگفته که دو مجبور تا چیز میزی نوردی نیم سلام نمیتونه دیگه بابایه دیگه بابا چه کار کنیم کسی ما یک اصلا ما بچی اونو خوب فکر میکنی که ما چیزی نمیانو کار نمیکنم اما به دنیا بعدی از من میایه که شطورار ما ببینم دیگه وقتی که پیار تو من رو دروغ اصلا بیرون میکنه خروک راست بگه که دو ماه چیزی نده به دست برای خود پول نداره چیز میزی نمیاری نه چه میگه ما میگه میمون دارم میتونه میگه خیلی باشه چه کنه تو هم برق میگیره فقط نه گیله چی نه؟ مدر نورالله چی بگم بزیاد چی میفهمی چی مایه؟ یک دم بله خوبه خاله جان بخیر سلامتی شکر زنده باشی چی تو پای مدت دینا خوبم برارت بود خوبم شکر هم خوبه شکر زنده باشی بگم اول شما یک گیلی دارم چی گیله خاله جان؟ من گیله همی دارم که بچه مدر کنی شما میاد بیاد و بچه ما جواب میکنه که ما این چه به جای دعوت نیست من بچه مرا آمد بگیری جواب دستر به خدا میدن من مخواستم که چی بگم که تو برسی به کجا آمدم دادر کری ایشتا تو من به جنجال انتسیبه برای تو بخواهی ندار کنی کمک کنم کنم خانم خودیت ندارم خاله جان خاله جان
اگه خودت جان باهاش میای من از این معامله‌ای چی خبر ندارم حالا گیلا به سلام بدن بگین خودی گیلا گپ زنی الو سلام علیکم اشته هستیم جان جان اتیار خاله جان عید شریف پیش مبارک باشه سلامت باشه نیلالله شامت خود شما امو نفتح کنی ویدی شما اما خوبم شکر زنده باشه سرگی اشتنه سرگی چی بگم سرگی کجی شما زنده باشین خاله جان درسته که ما خشتیم خودیم اما قانون خشمی قانون سرتشه همینی بیاره دیگه کومنت سال شدن دیگه از سال اینا کومنت شده از زندگی اینا دیشه بگی البقی مونده دیگه بگم مجبوریم با شما بیتر درد خور بخوریم و تحمل کنیم خاله جان ببخشید شما اصلا نیلالله مردن که دست پورم از خدمه بدو چیشون بیای مشکل نداره خب چی میگم گیلا؟ چی میگم؟ میبینی مدام از میگه یا که تو چه تو آدم بیت گپ میزنی تو لک گپ زنم گوشی یاد نگرفتی همه چند تو بیش میگی خشت میگی بعد آخه تو کی یاد میگی گپه مو خودت چی شو پس کو بخی برو از اینجا بخی بریش من اینجا خمش مگه تو به خونه باشی و شروع میکنی به تابلو زدن به کجا برو بخی برو تاکو چه برو بخی تو خیلی میشی ما برم تاکو چه خب با خونه ای میسی اگه دیدم که تابلو میزنی تابلو تا ساعت پوره میکنم مال با بغلی فروشون که برم کوچه بغلی فروش نیم خونه بس اگه ببینیم تو تابلو بزنی بخی دیگه مطل چی کجا برو ندیدیمه بخی بود از سوال اشکالیه بخی جواب اینا بده بخی جواب کی خورتکا که گفتم مکتگا شباب آشغال نداره بابا ما چی مرد خودی کاشغال بیاریم خدا گیده خوب سرم به درد بده یا ما آشغال ما یا آشغال بگو ما مردم نه ما چی داره که با آشغال جمع کنیم بگو بودم موش بخونیم ما یا با آشغال رو بیم Jangan awal kau bangun. شکر زنده بشی Biro papa, bia vado. بری بخونه Nande biro. چرا کجاشته Nande biro. Biro corner du pelo. خب Se fa باشو. گفته شف نیشفتلو. بفهمیدی؟ دنیا صد گپ به یاد. این روزا سختی با شما تیر میشه. حال خیلی که بران بتنی تره ازدومات چه با پولدارتره دستبال واتره ارزش و عزت و احترام از به نزد پیرت و مدرت و شما برانا بیشتره این دور از بیپی شما به خیر خوشی به هر رقمی باشه به زودترین فرصت زمین چوب کنید دولت شما رو برید به دست شما عریشگی حتی بکنید و نمیدانی آدم خود میمونید ولی شما پیر بچه ها بفهمیدید کاری کرده که بران به نورالله عزیز سرا شما به دماغ خوره به پوش خوره که دیگه به ایده با سالا با دهتی شما نقل داره که بیایی با پوش شما هری از با آدم گفتن با شما بشنوی به گوشا خوب با کنی به گوشا خود این گفت حالا تو بگی نگی تو اینجا بیایی بازی خوبی میخواد مدر تا مال زنگ زده بود مدر تا همه گفتا خورا بگفتن اونا من چیه منی از این ماماله خبر کنم بزی ماماله کار دارم اون با ماماله پیارم میفهم چکو عباشا اگه تو گیلن گورا تو بشیری به پیار خور بفهمونه خیلی اگه اون آدارتر این پول دارتر غم نداره اگه تا دیگه چیز ببین اون بیشتر نباسته باش این کمتر باسته باش پیار شما برم شما بگیم ما از آنه یک دو پیار خود بگیم دیگه ببیا و ببین دیو کلیمه بگم را خود بگیر و برو خدا خود شما هره کار خور خراب میکنه خود شما میکنه با آخر قربان دیگه همه برم بس یک چایست رو نمیشی
برو بخیر شما باشی ابو بابا پولدار شما بیا بیچاره شما عذر بیتر ما غریبا اولاد غریب شما رو خوبه احمد بیا مولا از یاد دوست لفتر کنه و از نمیه به درس را آی شما پول دومات پول داخل بخوره را میدین ما را میدین چه کار فلانه لفتر از میان بگم گوش کنید خیلی بازم آفرین نمیزن و بیچاره با من زنگ زد که بیا خیلی دیگه غمی نیه بله سلام علیکم کاکا خسرو شتنیم خیریت بخیرین دانش شما جوره تیار هستیم خیریت بخیرین سلام باشیم چی گپای تیار هستیم کجا بودی چه کار میکنی به این طرفا در زدی چی عجب که از من اول گرفتی ها کاکا خسرو زبیده نمزاد ما زنگ زده بود حکیم شو بیا به خونه ما انا من بخستم بیام اومدم که بیام به خونه شما بیایم گفتم سعی کنم درو جو بخشش باشه معذرت میخوام که میشم به خونه برو میمونم برو هیچ کس به خانواده ما نیه آخه نمزاد ما زنگ زد که امشب بیا به خونه ما بیا ما همین جیم اشته میگیم هیچ کس به خونه ما نیه برو پاخوام یک کشک که بعد امشب بیا خدم بیایم به خونه ما بیایم حالا کسی به خونه شما هیچ کس نیه به خونه فقط نمیدونم من مستون در بسته کن که برو خونه برو خوب برو خب خیر باشه کاکا خسرو غم ندار خیر باشه خدا حافظ خوش اومدی خدا حافظ خوش اومدی دیگه به خاطر که یک گوسفند ما این تازه خوری کنیم یکم واقعیت بگم من به نمزاد خو وعده کردم گفتم شما رو میبرم به کباب خورده میبرم به میله میریم با باشه زنگ میدارم گوسفند آماده کو برو آماده کو گوسفند نمیام میبرم سیه خوبه سیه گپ بینیه 20-25 کیلو هم بشه گپ بینیه نسبت تازه خوری میکنه نسبت هم با خسور نوکی خو اینا رو میبرم به میله خوبه خداحافظ خوبه چی گپای باشه خیال هستیم والله شکر از ما چی پرسون از ما پرسون کجا میریم من میبرم که کم شب نبودینا جان با کجا به خونه خسور من یاد تابم 12 میشه شب جا تو خلی میته بو گفتیم و بخندیدیم یار می خسور من مغز خندید میته قصه کردیم عقیدیما قصه که خوشی مردیرون نمزدری خود خو قصه میکه که خسور تو چی میارده چه کار بوده اشته بوده یار میگم تا 12 میشه شب همیتا میگفتیم و میخندیدیم در خوشلوچی غم پرسان کردم باجا گفتم چرا باجی من آمده گفتم من چون مثل که کار داشته نتونست آمده کجا بودی باجا نمیدی راست میگه باجا دستم تنگ شد بند بود نتونستم بیایم کم همیتا گیر بدم حالا کم میرم که کم یا اخلی جمع کنم بیارم با خانه بود آتش تنوری سر می زمین و میرم خیلی غمی نداره هم شما که خوش باشیم بنگار کنیم خوشم غمی نیست مشکل نیست آنه ببین صبح ساعت کوچی خود زنگ دادم گفتم یک گوسفند لوکس برابر میته بره باشه و ما با تیار کو که هم تازه خوری میکنیم هم خسور کشی خورمه قول دادم برای اینا که میریم به میله و کباب خوری خودی شما میریم به میله میریم بفهمیدی به می جمعه وعده کردم براره من این جمعه که امروز تی شدی چی که کارتش رو نتونستم به جمعه دیگه با ایبری بر خور نکنی که خودی شما به کباب خوری میره مصرف و خرج همه به جمعه شما کار ندارین فقط میمون منه هم تو که باجی منی هم سراواده خسور من خیر بریم باجی همی که بگفتیم انگار کنیم مرد دعوت کردیم به سر همی محفل شما ما شیشته بودم یک جان تشکر نه دیگه مگر بشی باجا چون نمیده نمیرسون باجی ما به سر کار با تا جمعه با یک هفتهانی بومنده با فنا به خدا که بعد که بشه که برسه اگر رسیدون خوبه فنا به خاطر با نمزاد شما هم هست حداقل نگه که سکو نمزاد من نبوده باز به خوار کنم که سکو که اگر نمزاد میبودی خوب بود دیگه مصرف و خرجی نه و جمع دلجمع باشه میمون منیم شما خوبه اگه چای خورده بریم که سلامت باشی بیایی که برای خود ما سلامتی شما بخیر باشی خدا حافظ عجیب وقت شده به خاطر که من آدم دستم خیلیه کم بغرم چیزی ندارم کسی اصلا سلام مرا علیک نمیده این که سکو گپ از گوسفند و پولداری و میمونی و این گپار میزنه تو سکو که دیشب خود اختلاط میکنه که ما تا چند بجه شب بخندیدیم چند بجه شب ما اختلاط کردیم
ای خدا بالی نورالله بلکه یک روز راست شه. وای 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 دستی مپوش کالای سیارا به جلوه میکشی ظالم تو ما را. لیلا میگردی یک چند سلام ایزومی علیکم. هم کمیت من بغل خو کبو برک بخونه ببرک دیگه همیشه که دای وقت هم آتش تنوری ایزوم ما جمع کنم با دیگدون اجاق هم که باشه ما جمع کنم. دانم من لالا خوردر یک فرغونی دیرو جمع کردم به کیف تو کنم داشتم ببردم مثلا خو خلاص میشه دیگه حالا که جون خونم من. چه کار میکنی از اون صبح تا صبح تو بغیر می که واسه همین زمینا بگردی دیگه کاری از تو ساخته هسته که من بفهمم. چرا لالا با چه کار ایت شما ابرو حساب شما به کلمه خرابه. ایشتا حساب خراب نباشه. خود چه کاره؟ ما گفتم یک کم ایزوم ور می‌داشتی می‌بردی همین کار رو هم تو نکردی میگی من از صبح تا برشم مثلا ایزوم جمع میکنم هیچ کاری هم از تو ساخته نیه. سک یک دیگه برای تو بگم گوش کن اگه تو آدم دیگه به دربند سراخ خسر خود دیدم هر دو پاتر میشکنن بشنیدی؟ بله چرا لالا چی گپ کار شده؟ اما خودی خسر خو اینا خودی خوشو خو اینا جنجال کرده. چری چی گپا پرسان نکو کجیر دل ممای بترقه چرا لالا خدا نکنه؟ امروز چری؟ ایشتا خدا نکنه تو نگاه بکو دیروز ما برات اومدم سرا همین خسر خو گم میمونو دیشب تا به ساعت یک بجه کنی بجه شب خودی از دو دیگه شروع کرده به اختلاط کردن و شوخی و قصه و اختلاط به خاطر از این کودو تازه داره به خاطر از این چاریپی پولی داره ما آدم غریبیم ایشتا دل به ناترقه خود چی بگم لالا خواله که ما و شما غریبیم خدای پاک به ما نداده برای رمضان بداده رمضان هم که از بسی پول داره بدیده یک زنه بگرفته بسی نشده که با زندگی هم بگرفته خب ماما نوروز دارن شما خود شما نمیشناسیم از هر جا که لقمه در به چربی باشه ماما نوروز میگه هر جا پلو باشه آدم ها مفخور جلو باشه ماما نوروز عمال از امو آدم ها مفخوره هر جا که مثلا لقمه چرب نرمی باشه ماما نوروز همون جور انتخاب میکنه شما لالا خاطر کیسی شما خیلیه شما ارزش نداره شما خیلی نباید رمضان که کیسی پوری داره لقمه در به چربی داره رمضان عزت و احترام و همه چیز داره کجی ما یک گلی از این نمزاد خدا رو با ما زنگ میزنه که ما به خونه خونیم ما از این جی به می راه دور بر میخوام میرم در خونه و پیار میگه ما نیم ما میمونیم پیار تو سکو که به می ریشت پت خو شرم نکرد به ما دروغ گفت اون دروغ لالا خب بگو خاطر شما دست شما خیلی لالا کسی پولی نداره رمضان که داره برای اینا میاره میوه دونه میاره گوش میاره پول میاره رمضان خیلی مایا شما که آدم غریبیم شما کمتر باید با مال باجه خود ودا بدیدم به من چی میگه سکو زنگ میزنه گوسفند چند کیلویی و قصه بابا من چی میگه شما هم دیگه روز جمع خوری بار نکنین که باز من خودی خسر خوشو خوزن خوید با چوام به میله میرم شما ما هستین به من تو برغه میگه بدیدی که گپا با سرد داره یا نداره لالا گپا به اطلاع بنویسید به کتاب تاریخی افغانستان ثبت کنید که گپا همه واقعیت و ایتنیه مو بلا درز نیه لالا دلجم باشید یا که برای کامیزون شما باکن لالا خدای پاک دیتر حکم شما چارقراره بده کاریشی خوب کنیم از این درجا بیرد بریم که کامیزون باید جمع کنیم ببریم بخونه خیر غمی نداره نورالله خدای داره خیر بیا که بریم بیا خدای که به رمضان داده به نورالله بده